بعضیمون دنبال کار میگردیم، بعضیمون دنبال زن گرفتنیم، بعضیمون دنبال خانه خریدنیم. ولی باید فراموش نکنیم که تمام اینها به دعا کردن هرگز محقق نمیگرده. حضرت موسی علیه السلام هنگامی که به طرف یمن رفت، نه خانه داشت، نه زن داشت، نه جای کار داشت. از مصر گریخته به سوی یمن رفت، از دست فرعون. هنگامی که وارد یمن شد، یک قومی را دید که از چاه برای خود و برای مال و غنم خود آب کشیده می دادند. و دورتر از این قوم دو دختره در کنار ایستاده بودند و همراه این قوم خود را آمیخته نمی کردند. حضرت موسی آمد گفت آیا کمک برای شما بکنم؟ گفتند که بله، نمی خواهیم که همراه این قوم یک جایه شده اختلاط نموده برای گوسفندان خود از چاه آب کشیده گیریم. حضرت موسی علیه السلام به این دو دختر کمک کرد تا اینکه برای خود و برای اغنام و گوسفندان خود آب گیرند و به خانه خود روند. حضرت موسی هنگامی که آب را کشیده برای آنها داد، خود در سایه درخت رفت و دعای کرد. و این دعا باید برای هر یک ما درس و عبرت باشد. دعایی باشد که هر شب در دل شب این دعا را ما از الله عزوجل بکنیم. حضرت موسی علیه السلام دستان خود را برداشته گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الهی من محتاج تو هستم، من فقیر هستم، هر گونه خیری باشد برای من بفرست. و در جا بعد از اتمام این دعا دختری از اون دو دختری که آب کشانیده داد با تمام حیا و تمکن نزد حضرت موسی علیه السلام می آید و می گوید پدر بزرگوار من می خواهد پاداش و اجری که برای ما خدمت نمودی را به تو برگرداند. این مرد حضرت موسی علیه السلام را نه تنها زنش می دهد، بلکه علاوه بر زن دادن 10 سال دیگر شرطنامه کاری با خود می بندند. پس یک دعا باعث شد که حضرت موسی علیه السلام از 3 چیزی که تنقیصی می کشید را الله عزوجل در یک دعای او به او بدهد. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. هم همسر گرفت، هم خانه صاحب شد، هم شرطنامه کاری یافت. پس کسی که زن گرفتنی هستی، خانه گرفتنی هستی، شرطنامه کاری میکابی، این دعا را هرگز فراموش نکن. السلام علیکم.